به نام آن که نام هستی از او یافت، فلک جنبید زمین آرام از او یافت. خداوند کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. کلام الله یکی به مثل مانند، که خوانندش خداوند و خداوند. به نام خداوند بخشنده و به نهایت با رحم. سلام به تو ای هموطن، سلام به تو ای انتظار بهار فصلها، ای انتظار بهار عقلها، ای انتظار بهار ننگها و برارها، رسیدن بهار قرآن مبارک. در این فصل بهاری، در این فصلی که روزهایش احیای طبیعت است، و بگذار این برنامه ما همچون بالای رحمت بالای هر یک خاندان تاجیک و تاجیکستانی بریزد، و بگذار این برنامه ما همچون باران رحمت که عنوانش شناخت نعمتهای خداوند است، همچون سیلاب قلبهای شما را غرقیده در عشق خداوند یکتا بگرداند. حاضرین گرامی، کدوم یکایک شما را به این محفل خیش خیر مقدم میگویم، به خاطر آنه که اولین قطره های باران رحمت در این محفل ما بریزد. این لحظه گوش و جان برای شنیدن آیات از کلام الله میپردازه. با تو گر خواهی سخن گوید خدا، قرآن بخوان. تا شود روحی تو با حق آشنا، قرآن بخوان. ای بشر، ای بشر، یاد خدا آرامش دل میدهد. درمندان را بود قرآن شفا، قرآن بخوان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله العظیم. تشکر برادر گرامی. وقتی که در طبیعت باران میبارد اکثریت چتر میگیرد، ولی امروز باران رحمت است، پس حضور شما باید به چتر باشد. حاضرین گرامی، شعبه جوانان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان صحنه آماده کردند. الله أكبر.
خدایا وقتی نماز شده است نبیره که من در چی کار و بار باشد. دختر جانم برخیز. بیبی جون؟ دختر جانم برخیز، نمازت قضا می شود آخر. اوه وقت دارم بعد میخونم. خیز دخترم نمازت قضا می شود. خیلی میله شما روید حضور می آیم. اوف خدایا جوانان حاضره به این حال تا به کجا می رسیده باشند. اوفی نمیموند کمتر خوب کنم. پروردگارا جوانان ما را از وسوسه های شیطانی نگه داری. خدایا جوانان ما را خدمتگار پدر و مادر و وطن خویش بگردانی. خدایا از تو التجا دارم نبیره ما را برای راست صراط المستقیم هدایت فرمایید. آمین. وای این دوگانه من خیلی اسمس پیامی خوب روان کرده است. دختر جانم برخیز آخر وقت خواب کردنت نیست. دختر جانم خیر بیبی جان با گفتی شما باید چیکار کنم؟ دخترم تمام روزت را با تلفن و کامپیوتر و تماشای سیر فیلم‌ها صرف نمودی مگر بس نبود؟ نیسا جان کامپیوتر هم چیزی خوب است لیکن آن را باید در وقت خوب استفاده برد. دخترم جوانی در گذر است، این روزها می گذرد. تو نباید این روزها را به بیهودگی و فارغبالی صرف نمایی. آخر دیگر نمیتوانی این روزها را بیابی. مگر از حال خواهران مسلمانت که در مقیاس عالمند و زیر آزار و شکنجه قرار دارند بخبری؟ مگر تو نمیبینی که امروز در دنیا چی حادثه های رخ نمیدهند؟ دخترم بیا من به تو قصه از گذشته جوانی خویش میکنم و تو خوب برام گوش بده و ببین که بهار زندگی من چگونه گذشته بود. من نیز مثل تو روز جوان بودم و از نعمتهای خداوند بخبر بودم و از جوانی خود برداشت خوب نداشتم. من نمیخواهم که تو روزی که به مثل من شوی بعداً پشیمان گردی. این مدت عمر ما چگو 10 روز است. این مدت عمر ما چگو 10 روز است. خندان لب و تازه روی میباید بود. من بهارم، بهاری خوجسته پی. آماده باش ای انسان، ای آفریده ز خاک چهره. وقتی کاشتنت رسید، وقتی رسیده تا آماده باشی، زیرا من در گذرم دیر نخواهم ماند. ای انسان تابستان در راه است، برایم امکان نمیدهد که دور و دراز با تو باشم. بیدار شو، بیدار شو، فرصت را غنیمت بشمار. بشتاب نزد دهقانی که تجربه روزگار دارد. برو نزد استادی که به تو راه روش زندگی را می آموزد. فرصت کم داری ای انسان، چشم بکشا، دیده دلت را وا بکن. بنگر چه گفت سعدی بزرگوار. برگی درختانی سبز در نظری هوشیار. هر ورقش دفتری معرفتی کردگار. آری ای انسان امروز تو قابلیت پرواز را داری.
بالای ابرهای پراکنده راه می روی، نگاه کن به تو چی می گویند. هرچند از ما بالایی، روز بیایی زیر خاک، آن خاکی که طبیعی زنده می گردد و من می آیم تا تو را باری دیگر به زنده گردانیدن بعد از میرانیدن آگاه سازم. آن روزی که برمیخیزی و از کشته و حاصل خود حرف میزنی، پیش آنی که تو را در بهترین آفرینش قرار داده است. انسان برخیز با ناله مرغ سحرخیز، هم نباشو با دمیدن سپیده صبح، پی کاشتن نعمتهای خدا رو. ببین این گلهای شهپرکی را که عمر زیادی ندارند، مانند بعضی انسانها. چشم قلبت را واکن، بینگر به این سفیدار پیر که سالهاست جای نشستی پرندگان است. اما تو مثل درختی پرمیوه شو، آنی که دلت میخواهد فقط میوه‌اش شهربار و شیرین باشد. میدانم تو هم مثل منی، رعد و برق داری، شاهنامت همه را زیر و زبون میسازد. اما بینگر به انگلستان، به این کتابی که به پیامبر آخر الزمان محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم آمده است. من میروم و چند نصیحتی برایت دارم. خواهش میکنم گوشی قلبت را واکن، ببین من چی میگویم. ای انسان، تابستان خیلی خوب هست، میتوانی از هوای نسیمت کشتت را پرورش نمایی، از آبهای چشمسارش ثمرت را شاداب بنمایی. اما آگاه باش که آفتابی سوزان است، خشکی های دشت و دامان است، غافلگیرت نسازد. نشود که این جوانه های سبز شده تا بتوانی تابستان را نداشته باشند. پس صبور باش و با وقار، وگرنه خام پس خواهی ماند. می توانی تأثیرات از سیرت پیامبر صلی الله علیه و سلم در این راه بگیری. ای کاش مدت ها با تو می ماندم. از تو یک خواهش دارم، فقط یک خواهش. بیا همراه در بهشت باشیم، بیا طوری رفتار کنیم که با هم به چشمه تصمیم برسیم. بیا که تو را انتظارند و مرا نیز برای تو آفریدم. من میروم، حق تابستان را ضایع نخواهم کرد، چون ما وعده اخوت و برادری داریم. انما المؤمنون اخوه، بهترین شما کسی هست که از قوم و عشیره خود دفاع می کند، به شرط آنی که در این راه مرتکب گناه نشود و حقوق دیگران را ضایع نسازد. پس این واله های خونین رنگ من لبخند شهیدانی راه اخوت و برادری است که جانها و مالهای خود را در ایام بهار زندگیشان به امید رضای خدا فدا نمودم. من نیز با تابستان این گونه ام. افسوس که نامه جوانی طی شد، زین تازه بهار زندگانی دی شد. آن مرغ طرب که نام او بود شباب، افسوس ندانم که کی آمد و کی شد. بر کشتی عمر تکیه کم کن، بر کشتی عمر تکیه کم کن که نیل نشیمن نهنگ است. من تابستانم. برای چیم؟ برای چی آفریده شدم؟ آره،
من آفریده شدم تا بشناسم خالق خود را و عبادت نمایم آفریدگارم را، که پروردگارم چنین خطاب کرد: آره من تابستانم، خدا را شکر من نعمت فراوان دارم. ببینید این شربت ها را، نظر کنید به این درختان سرببار، به این غله‌زار طلا رنگ، به این باغ های و چمنزارها. چه مسئولیت بزرگ است! خداوند به من نعمت داد، هم مسئولیت. خواهرم بهار را همه دوست می دارند، با آمدنش چه شادمانی های دارند. چهچه بلبل، شکفتنی گل، آغاز کشت و کار، شادی کودکان چنان می گذرد چه کسی پی نمی برد. ولی من با داشتن چنین نعمت فراوان و آبهای روان نتوانستم به مثلی او عزیز باشم. گاها تو ای انسان از گرمایم ناراحت می شوی، از سوزش آفتاب تابانم می گریزی. لحظه می شود که فسادکاری های انجام نمی دهی، با بهانه آنکه گرما دارم چنان می پوشی که من به گریه بیایم. با بهانه گرمای من در لب دریاها و بحرها چنان نافرمانی ها میکنی که من به خروش بیایم و همه را بر دوش من بار می نمایی. ای انسان، این یک امتحان برای توست و آزمایش و گذریش است. ببین خداوند به تو چه نعمتی بزرگ داده است. تو راحت هر کجا خواهی رفت، از رزقت نمی ترسی. هر کجا فرود آیی، دشت است یا بیابان، روزیت می رسد. اگر شب هم بمانی می توانی به بستر و سرپناه بخوابی. پس از من ناراحت مشو. انسان، فرصت داری، می توانی با اندک تفکر و تدبر از نعمتهای من خوب استفاده برده به روزی مبادایت ذخیره نمایی. روزها زود گذرد، امروز بد نمی گردد. پس بیا با هم دوست شویم. بیا من مشتاق آنم که با هم شکرگزار باشیم و با پروردگارمان محبت ورزیم. محبت بازی و حکایت نیست، در راه محبت شکایت نیست. بیا هم سفر خوبی باشیم در این راه. من هم تو را روز ترس خواهم کرد، فقط نیکی هایمان پای بر جا باقی خواهند ماند. ادبی بندگی نگه دار، چون ادب یکی از بهترین نعمت ها در این راه است. اندازه نگه دار که اندازه نکوست. هم لایق دشمن است، هم لایق دوست. شرط انصاف نیست که ما شکرگزار نباشیم. شاید گمان بری که این نعمت فراوان و آبهای روان دائمی است و یک عمر چنین خاطر جمع باقی خواهی ماند. خواهری دیگری من که اسمش پیرماه است در راه دارد می آید، ولی چابک و زودرنج است. با کمی به حوصلگی می توانی تمام آن جوانه هایی که در فصل بهار کشتی، در فصل تیرماه تابستانی من پرورش دادی، به دست باد بسپاری. با کمی فارغ بالی می شود که پشت در این زمستان قهرتون در بمانی و تاب و طاقت نیاری. نسیم تیرماهی دارد می رسد. خواهرم تیرماه را زیاد انتظار نخواهم کرد، چون که پیامبری گرامی گفت چیزی که به خودت نمی پسندی به دیگران مپسند.
ای انسان، خواهش من از تو این است، بیا بیا، چون هر خواهری که احتیاج به بازوی بزرگی برادر دارد، من نیز به تو احتیاج دارم. بیا دستم را بگیر و به سوی باغ‌های فردوس رویم. یکی از راه‌های وارد شدن به این باغ‌ها را من به تو نشان می‌دهم که این اخلاق نکوست. پیامبر گفت هیچ چیز وزن‌تر در ترازو جز اخلاق نکو نیست. پس انسان، خداوند به تو امکانیت و فرصت می‌دهد تا نعمت‌های خدا را بشناسی و وقتت را قیمت بشماری تا خطاهای خود را جبران نمایی. دیدم به دستی باد گلی نو شکفته را، دیدم به دستی باد گلی نو شکفته را، گفتم ببین جوانی برباد رفته را. نیستم نومید گردو تایم کرد چرخ، نیستم نومید گردو تایم کرد چرخ، حلقم اما همان در پیش چشمی من دریست. منم تیرماه زرین، شمالهای تیرماهی غله‌زاری پخته رسیده، باغ‌های پرمیوه. هر کی کاشت زحمت کشید حاصلش را جمع خواهد کرد. مدت‌ها با خواهرانم بهار و تابستان همراه بودید. در چمن‌گذارها سیر و گشت، در باغ و بستان استراحت نمودید. امروز رسیدید به همراهی من به روز امتحانات و نتیجات. تنباد و تومنهایم زود میرسند، فرصت کم داری ببین. پرنده ها را به اقلیم دور و گرم پرواز میکنند. به این درختان بنگر، برگهایشان در پنجه باد بازی دارند. میدانم از من گاه ناراضی هستی، چون غله‌ای کفته ات زیر باران ماند. ذخیره‌ای نموده ات به دستی باد. دست به سری زانو مزن، از من ناراحت مباش، چون من به فرمان خودم نیستم. ای انسان، تو دستور گرفته بودی، میدانستی که چنین روزی خواهد رسید. مویهای تار تار سفیدت را مکن، چون پیام برایت آماده بود که هر نفس چشنده مرگ است. آره میبینم توان بازوهایت کم شده اند. مدار پایهایت رو بر جمع آوری کشته‌ات کمک نمی کنند. زبانت میگیرد، میبینم حالتت را درک میکنم. بیا این عصا چوب رو بگیر، ناامید مشو، شاید چیزی به دست داری. هرچند خیلی لحظه حساس و فرصتت کم است. شمالی سرد میرزد، ذره های برف کم کم میرسد. التجایم مکن، من نمیتونم با تو کمک رسانم. به خزینت به اونجایی که در گذشته ذخیره کرده بودی نظر انداز، شاید به دردت خورد. من میروم و درت رو تنباد زمستان میکوبد. چند بزن به عملهایم. من میروم انسان، این تویی که مرا به خود میبری، چون من برای تو آفریده شدم. بیا یار و یاوری خوب باشیم تا همدیگر را در گذشتن پل صراط همراهی نماییم. میدانم خواهرم زمستان خیلی تند و سرد است. خواهشم این است که با او خوش معامله باش و با نیکویی رفتار کن و صبر و طاقتت را پیشه نما، چون او جز عملهای نیکت
به چیزی توجه نخواهد کرد. اگر با خواهرانم بهار و تابستان هم سفری خوبی می بودی، در هراس مباش. اگر در راه کمکشون کرده باشی، تو را تنها مخواهند گذاشت. از باغ‌ها و زر و زیورت به احتیاجمندان صدقه داده باشی، به سراغت خواهد آمد. اگر در گرمای تابستان به کسی آب داده باشی، تشنه نخواهی ماند. انسان، میبینم دستانت میلرزند. چی میخواهی بگو؟ بگو دری توبه باز است. بگو نیازت چیست؟ نمیدانی، نمیتوانی چیزی بگویی. مگر تو را آگاه نکرده بودند؟ مگر از این روز خبر نداشتی؟ مگر این همه برای تو نبود؟ ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نان به کفاری و به غفلت نخوری. بهری تو این همه سرگشته و فرمان بردار. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. میدانستی اما دروغ پنداشتی. به این روز باور نداشتی. سنگ ملامت بر سر میزنی. میخواهی بدوی دامان بهار را بگیری تا باری دیگر برایت هم سفر باشد. میخواهی چنگ به دامان تابستان بزنی تا باری دیگر تو را همراهی کنند. مگر از گذشتگانت به تو عبرت نبود که یک یک پیش چشمانت میرفتند؟ ببین حافظ چه خوبه گفته بود. بنشین به لب جوی گذری عمر ببین که این اشارت ز جهانی گذران ما را بس. دخترم نیستا جان، لبه بیبی جان، به من یک کاغذ و ورق بیار. باشد حاضر. تشکر جانم. این کتاب از بیبی هم است. نامه در چمن برگی گل نیست نگرداند رنگ. با خبر باش که امروزی تو فردا دارد. سلام نیسا جان بیبی. وقتی که این نامه به دستت میرسد من پیش تو نیستم. من رضا نیستم غمگین شوی و آه و شیوه نمایی، چون این سرنوشت همه را منتظر است.
هر کی زاده شد میمیرد. فقط وظیفه ما این است که در خدمت خلق خدا باشیم. پس از پشیمانی های من برای خود پند بگیر که من لحظه آخر به چه گرفتاری های در افتادم. موی سفید را فلکم رایگان نداد، موی سفید را فلکم رایگان نداد. این رشته را به نقد جوانی خریدم. کجایی بهاری سبز پوشی من؟ لاله های تو را ندیدم. قلبی من زنگ زده بود از گناه های زیادم. بارانی رحمتت را غنیمت نشماریدم تا زنگهای قلبم را تازه نمایم. ای بهار من تو را دیگر نخواهم یافت. تابستانی عمرم، جمع آوری حاصلاتم، توشه راهم. باورم نبود که به این روز میرسم. در آن روزی که پشت درم را برف زیر کرده است. توانی آنی را ندارم که در سردی و سرما کسی را به کمک خواهم. غنیمت نشماریدم میوه های شهد بارت را، نعمتی بادی وزانت را. ندانستم که این روزی سرد و ناتوانی خواهد رسید و این تنی نازنینی من که پیش نامحرمان جلوه می دادم و این روزی سرد و ناتوانی خواهد رسید. ای وای تابستانی عمرم، نتوانستم از نعمتهایت برای امروز ذخیره نمایم. وا حسرتا به کجا رسیدم؟ چتری سیاهی روزگار افتاد روی سرم. آن پله که ساختم کجاست؟ کنون بگذرم. سنگریزه ساحلم، برگریزه اشجارم. کاه و برگی کوفتم، عمری برباد و خفتم. کتوشه راهی من، طاعتی آگاهی من. دستم ندارد قوت تا وضو گیرم راحت. چشمم ندارد نور تا بکنم تلاوت. پای روانم کجاست تا روم سوی مسجد؟ عقل رسایم کجاست تا کنم ذکر تمجید؟ رسیدم کنون اینجا، یک دری بسته دیدم. بین خوف و رجایم، با امید خدایم. بیبی جان، دلی تو را نو در کردم. خیلی پشیمان هستم. پروردگارا، تمام جوانان مومن را برای صراط المستقیم هدایت فرما. پروردگارا،
فرزندان این جامعه مسلمین را همین گونه قرآن خوان و نماز خوان و دعاگوی پدران و مادرانشان گردان. پروردگارا برای اسلام مستقیم و ثابت قدم بگردان. پروردگارا قدم های هر یکی ما را استوار در راهت بگردان. پروردگارا گناهان ما را بیامرز، به ما مهربان باش، ما را نصیب جنت روزی بگردان، ما را از آتش دوزخ نجات ده. پروردگارا به نفسمان تقوای آن را بده و آن را پاک ساز، زیرا تو بهترین پاک کننده ای آن هستی. تو کارساز و مولای آن هستی. پروردگارا به ما علمی با منفعت، عافیت این دنیا و خوشبختی آخرت روزی بگردان. پروردگارا این کشور ما را، جمهوری ما را و این مکتب مقدس ما را از فتنه های دشمنان در امن و امان خودت نگه دار. اللهم مصرف القلوب و صرف قلوبنا علی طاعتک. خدای مهربان، تو دگرگون کننده دلها هستی. خدایا دلهای ما را به طاعت خودت دگرگون بگردان. خدای مهربان، تو خودت گفته بودی کل نفس ذائقة الموت، هر کدام شما هلاک شونده هستین. خدای مهربان، روزی که جان ما از بدن ما جدا می‌گردد، با نور ایمان سفر کردن را به هر یک جمعیت ما موفق بگردان. گذشتگان ما را رحمت و مغفرت بگردان. بیماری های ما را شفای کامل، شفای عاجل نصیب بگردان. پروردگارا محبت خودت را، پیغمبرت را، اسلامت را، قرآنت را در دل هر یکی ما باز هم جایگیر بنما. ای کاش به لحن گل الله گویم، ای کاش به لحن گل الله گویم، در پرتر نور حلبوی جنت گویم. ای کاش در این عین بهار زندگی در کشته گلزار محمد رویم. یا رب، من اگر گناهی بی‌حد کردم، دانم به یقین که بر تن خود کردم. از هرچی مخالف رضای تو بود بد کردم و برگشتم و توبه کردم، بد کردم. آمین. تشکر برای دقتتان. حاضرین گرامی، اینک معمایی را پیشکش شما میگردانیم، جوابش را از خود شما نیز انتظاریم. حاضرین گرامی، میخواهیم که خوب دقت کنید، چون میخواهیم که جواب این معما را از طرف شما شنیده شود. در مملکت 3 جوان زندگی میکردند و در طبقه 75 زندگی داشتند. قانون آن کشور چنین بود که وقتی که از ساعت 10 بالا میشود، لیفت یا که آسانسور از کار میبراید. روزی جوانها مشغول به کار از وقت فراموش کرده برمیگردند به خوابگاه خود و میبینند که آسانسور یا که لیفت از کار برآمده است. آنها فکر میکنند بعدا به خلاصه میبرایند. جوان یکم میگوید که من تا طبقه 25 از خوشحالی ها، از جوانی ها و از زیبایی های دنیا حرف خواهم زد.
چون به طبقه 25 میرسند جوانی دوم میگوید که من تا طبقه 50 از زندگی از زن و فرزند و مال دنیا حرف خواهم زد که شما گذشتن وقت را نخواهید فهمید. به طبقه 50 که رسیدن جوانی سوم میگوید من تا طبقه 75 از پیری، از درماندگی و از بیماری ها حرف خواهم زد. و رسیدن به طبقه 75 را نخواهیم فهمید. وقتی که به طبقه 75 میرسند جوانی سوم به طرف دو جوان دیگر نگاه کرده میگوید برادران عزیز من کلید در رو در طبقه یکم فراموش کردم. پس میخوایم دانیم که جواب این معمای ما چیست؟ جواب انیق را از طرف برادران یا که خواهران انتظاریم. جواب معما آن است که وقتی این جوان‌ها می‌گردن آنها از فراموش می‌کردن ساعت عبادت کردن، قرآن خواندن، آنها به کارهای ناشایان دست می‌زدن. وقتی که به پیری رسیدن آنها از ساعت عبادت خود فراموش کردن. نه این جواب انیق نیست. جواب دیگر وقتی که در سن 25 میرسن، وقتی که در اشاره یک میگه تا 25 طبقه را ببریم، همین دوره جوانی هست که تا همین 25 در دور جوانیش همین خیلی در عین خروشیش در وقتی یگان پروایی نداره، هر کاری میخواه میکنه، به خسندی و به هر چی میگذره. وقتی که در طبقه دی میبرن در همین وقتی 40 سالگی وایشه که مثال غم خسندی هم است. وقتی که در طبقه 25 سالگیش میمونه سیمگیش میبرن و در سن 50 سالگی که مثال همه غم اندوه در سر شسته. وقتی که در بالا میبرن میگه کلیت فراموش کردیم، کلیت جنت است که میگه ما کلیت فراموش کردیم به این طور برآمدیم و این چیز میکنم. میدانش کم تا شهر افتاده نمیدونم. متاسفانه جواب شما نادرست است. التجا داریم اگر از استادان هر کسی که میتواند به این پاسخ انیق بگوید. بله، یعنی جواب انیق‌تر این بود که وقتی که انسان در اون جواب اساسی این اما عمر است. وقتی در سن 25 سالگی است جوان است فکر نمی‌کند. وقتی تو 50 کی رسید زندگی زن و فرزند مال دنیا. وقتی که 75 کی رسید بعداً در یاد اون میزند که عمر خود را جوانی خود را یعنی زندگی خود را از دست داده است. جواب اصلی عمر. بله درست بود برادر. باز آمدن زی رفتن خورشید دور نیست، گر زندگی دیده به دیدار میرسد. بسم الله الرحمن الرحیم. پیش از همه خواهران عزیز فرزندان رو به این صحنه بسیار خوب و پر از معنویات تبریک میگم و تشکر میگم از نام همه برادران، استادان، خواهران، مهمانان. از آلمان هم مهمان داریم امروز در این نشست. از نام همه این خواهران بخصوص به شعبه جوانان تشکر میگم. واقعا چند لحظه با هم بودیم، لحظه‌های بسیار خوب، صمیمی و این صحنه که تماشا کردیم ما رو یک بار دیگر وادار کرد که در زندگی، در عمر تفکر کنیم و تدبر کنیم. اگرچه از لحاظ صحنه آرایی، از لحاظ کسبیت ما میتوانیم سوالها داشته باشیم، چون صحنه کسبی نیست. برای در صحنه گذاشتن 1 دقیقه صحنه تئاتری سالها مشق میکنن، سالها متخصصان بالایش کار میکنن. ولی این خواهران ما در یک شرایط بسیار هم غیر کسبی که بینای حزب، بینای تئاتر نیست و خودشون هم در یگان مکتبی مخصوص تئاتری یا کارگردانی ناموختن، تعلیم نگرفتن، ولی برای ما مهم آن است که خیلی هم صمیمانه و وقتی که صحبت میکردن، وقتی که میخواستن احساسات خودشون را به تماشابین بدهند، خودشون غرق اون حالتها و صحنه‌های بودن که دربارهشون صحبت میکردن. برای تماشابین بخصوص برای ما این بخش
کاری آنها مهمتر است از آنه که کسبیت صحنه چگونه بود. به هر صورت من همه آنها رو تبریک میگم و انشاءالله امید دارم که در آینده از یک کارگردانی کسبی دعوت کنند و تمام این پهلوهای کسبی صحنه هایشون سفته‌تر شود. ولی خواهشم از خواهران، از مسئولین این بود که اگر در چنین لحظه ها، صحنه ها، وقتی که تمام 4 فصل حیات انسان را به صحنه آوردن، یک بار دیگر برگردانند بشریت رو باز به بهار، با زمستان هیچ وقت ختم نکنند، چون همیشه بعد هر زمستان بهاری است. اگرچه بهاری ما دیگر نیست ولی بهاری نسل‌های دیگر هست. همیشه باید که یک پیام امید، پیام آینده و شادابی و خرسندی را به مردم داد. و من بار دیگر تشکر میگم به همتون و فکر میکنم که یک لحظه‌های بسیار خوب و صمیمی و معنوی را با هم پس سر کردیم. سلامت باشید. با عرض سلام با اجازت استادان و برادران و خواهران، میخواستیم از نام گروه دستیاران نهضت برای خواهران عزیز که توانستن برای ما یک صحنه حیات را در این مدت اینقدر کوتاه بیان سازند و ما را باز وادار به آن بسازند که در مورد زندگی خود، در مورد جوانی و در مورد زندگی خود تفکر و تدبر کنیم. تشکر زیاد بیان میکنیم و از خواهران عزیز خواهش میکنیم که این دسته گل را همچون تحفه از ما بگیرند و در حقشان دعاگو هستیم که همیشه مانند این گل ها شکوفان باشند و عاقبتشان هم مثل این گل ها بهشت جاودانه باشد. مرحمت خواهران عزیز. مرحبا مامور عزیز، خداوند عمرتان رو باز هم زیاده بیازونه.